سردار با احترام و با توجه به اینکه روسیه اجازه استفاده از سامانه ضد هوایی را به ما نمیدهد و ما هر روز تعداد زیادی نفله کشته میدهیم، این دستاورد جدید ما در کمال احترام تقدیم شما. ای بابا چرا داد میزنی؟ خب آروم بگو ببینم چی میگی تو آخه. این چیه؟ برای چی آوردی؟ سامانه ضد هوایی کاملا بومی و ساخت داخل کشور. جلل خالد، بعد کجاست اینی که تو میگی؟ سردار با احترام اینجاست، داخل این کارتون. سامانه ضد موشکی داخل این کارتونه؟ بله قربان، نام این سامانه ضد موشکی ساخت برادران تولید داخل دیدیوای است. دیدیوای. اون وقت این سامانه ضد موشکی دیدیوای چطور توی کارتون جا شده؟ این حاصل سالها تلاش متخصصان غیور سپاه است. وطنم پاره تنم. قربان خودتون کارتون رو باز کنیم و ببینیم. یه جفت کتونی میخین توه که سامانه ضد موشکی کجا بود؟ گرفتی بارو تو هم بچه؟ نه خیر قربان، دیدی وای یعنی ددم وای. این کتونی های میخی رو باید پاتون کنین. وقتی که حمله موشکی کردن اول میگین ددم وای و در جهت مخالف موشک شروع به دویدن میکنین. راست میگی؟ خب این از هیچی که بهتره دیگه. حالا این سامانه ضد موشکی که میگی سایز 43 هم دارین شما یا نه؟